محمد یوسفی قندی من فرزندی عزیزی من چرا پدر رو زنگ نمیزنی؟ محمد یوسف لختی جیگری من فرزندی قندی من چرا پدر رو زنگ نمیزنی؟ انتظار میشم محمد یوسف. عزیز خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب برادران. موضوع امروزه درباره یک سفیدی که بابای قنده الکی همه شما میدونین و مشهور شده در یوتیوب. یک نوار کوتاه اینجا میمونم گوش کنین و درد دلی خودتون گپ زنین برادران. کامنتاری یک شدگی ای شما خیلی گوش کنین. اول محمد یوسفی قندی من فرزندی عزیزی من چرا پدر رو زنگ نمیزنی؟ محمد یوسف لختی جیگری من فرزندی قندی من چرا پدر رو زنگ نمیزنی؟ انتظار میشم محمد یوسف. گوش کردین نه برادران؟ اکنون همه آدمایی که گپی قبیح می نویسین شما فکر کنین که پدر خودتونه یا که همه یک مردکی که مثلا 30 سال خورده ای شما کلانه شما او را به همین حال آوردین که برادران درد دل دیدی فرزندش میپرسه. یعنی اگر فرزندم که نباشه رنگی فرزند میدونه سراغ کرده است که چما مرا سراغ نمیکنین برادران و شما ده هیچ کنه نمیشوه. همه بابای قند در پادپیسچکو هیچ کنه نمیشوه. این ما هیچ نمیشوه. یا بیگانه اما آدم 30 سال خورده مثل یک بابی مثل یک پدر شما چیکار کردین؟ این سخنای ما در نفران داخل داره که در کامنتاری رو گپ قبیح مینویسین. در شعرهای نرده دخالت نداره برادران. ما فکری خما گپ زده هستم. همه بابی ایباره زندگی پست و بلندی گپ میزنه. شما مثلا چخیل با کدام مثلا جرأت شما طرفی همه بابی همه گپا را میگین مثلا شما ده هیچ نمیشوه. شما دا کاردار نیستی و مثلا به یوتیوب یک چیزی آزادی ای هر کس میخچه گپ میزنه اما گپ قبیح چی در کارای بخیر ویدیو کو نمیخته گپ زن کانال در کارای ده این واتساپ ما در روی اکران بگی زنگ بزن کانالت میتون ویدیو کو ویدیو ابراشن خطی گپ زن کامنتار ده گپی بعد یا که ویدیو ابراشن دم که گپ زدی برادرو اول شما فکر کنید که شما را جهان تماشا میکنه همه یک گپی قبیح یک چیز ناجو از دهن تو برآمد مردم چی فکر میکنن؟ بی تربیت، خولیگانای، مثلا با چه؟ بی آدابه، بی آدابی خودتون چی نشون میدین در مردم؟ بدون که ما بی آدابم، بدون که ما بی تربیتم. سخنای ما در برای شخصانی که گپ قبیح گپ میزنین در افیراتون، در ویدیوهاتون، در کامنتاریو مینویسین. مثلا از گپای ما خفه نشوین. شما همین ویدیوی ما را تماشا کنین. یگم جدا هست که ما یگم کسا گپ قبیح بگم. ما یک بار گپ قبیح در یک افیرم گفتگیم و افیر با فکر ما که اودالیتا یا که ما کانال فروختگیم نمیدونم اودالیت کدام یعنی برای که از مثلا پدر مادر از سیویتوی رسیدن ما همونجا مجبور شدم اخورت کنم. الله اکبر ما دیگه همونجا توبه کردم که ما گپ قبیح نمیگم ابرشاد نمیکنم یعنی اهمیت نمیتونم محکم میکنم اودالیت میکنم که خما گناهگار نکن. وقتی که آدم هر یک گپی قبیح میبره رای دهنش خودتون میدونید که دستی راست چپ ملای کشتگی مینویسه. از روی نویسندگیتون از روی گپ زدگیتون هم گناه میگیرین. نفرانی که نویسندین گناه میگیرین. شخصی که میخونه در گناه او هم خوشی. برای همون در دنیای دروزه در کار نیست همین خیلی کارو گپی قبیح و ایتکاده همه رو ایبین ببرین. ایدوم زندگیتون شین برادران. از همه یک خلطه پرکی کنند مثلا زندگیتون خینه ایدم زندگیتون شین. این مرا نمیبینی من ایدم یگون کس عطفی تو او شبکو هم خیلی گناه نمیکنم کاری خما پیش میبرم. برادرها کاری خودتون پیش برین. اگر که نمیفراتون نگاه نکنین همین ویدیو را ندارین هم خیلی ویدیو دختون گیزله نکنین خودتون شرمنده نکنین مثلا خودتون گناه نگیرین. رشته سخن دراز نمیکنم خانه آباد و سربلند باشین. اگر کدام گپ دارین برادرها این واتساپ زنگ بزنین. اگر کدام کانال یوتیوب در کار باشه مرحمت. ما دیگه خما نمیتونم خبیده یعنی درد میکنه. خانه آباد سربلند باشین. داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما. سمیوان برای فربه شدن، روغن سیاه‌دانه،
епимедиумная паста барои простатит ва инчунин маҳз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. дастсафка ба тамоми шаҳрҳои россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.